من با سخنان خودم میخواهم هر چقدر آدمان زیادتر را ناترس کنم و هر چقدر آدمان زیادتر کمک کنم تا مفلس نشوند. وقتی آدمان بسیار صاحبکاران موفق بشوند، خود بازار تشکیل می‌یابد. آنگاه برای همه ما فایده‌ناک می‌شود. می‌فهمید؟ یک لحظه تصور کنید، مثلا حالا 100 شرکت هست، بگذار 10,000 شرکت باشد. تصور کنید که جمعیت چطور تغییر می‌یابد. بعضا من فکر می‌کنم حالا در دست شما تلفن است. کار استیو جابز آیفون، میدانید او به حیات میلیاردها آدمان تاثیر مثبت رسانیده است. هر کس این کارو کردن نمیتواند. با شما هم فکرم. میفهمید؟ چون این آدمان که محصولات واقعی استحصال میکنند به حیات آدمان خیلی فراوان و بیشمار تاثیر میرسانند. حیات میلیاردها را تغییر میدهند. شرکت علی بابا به حیات تمام مردم خطای تاثیر رسانده است. همه اقتصادیات خطای با شرافت آن بالا رفت. تأسیس دهنده‌اش جک ما توانست کوپرو سازد. در نتیجه همه بیزنس های خرد و میانه توانستند در تمام دنیا محصولات خطای را فروشند. محض او این را فهمید. هستند جک ما، ایلون ماسک و بسیار شخصان موفق دیگر. برای چی محض آنها این گونه کامیاب شدند؟ آنها همین خیلی به دنیا آمدند یا در باطنشان سری هست؟ نه. آدمان بزرگ دو خصوصیت دارند. دو خصوصیت. یکم مقیاس هدف. مقیاس هدف. هدف چیست؟ هدف نشان داد باوری به خود است. انسان همیشه هدف انتخاب می کند که برای او عملی شونده است و تنها به همان هدفی می رسد که برای خود عملی شونده می شمارد. خصوصیت دوم این است که تو به چه مقدار آدمان فایده رساندی. آنها برای آن کامیابند که به آدمان بیشمار امکانیت بهتر زیستن را فراهم آوردند. اگر شما محصولات سازید که آن را آدمان به حساب استفاده میبرند و یک بار سنجیده استفاده بردن را دوام دهند، کامیاب میشوید. مثال شما انا این تلفن را استفاده میبرید، تلفن دیگر گرفتن نمیخواهید. درست. سیرش انا همین است. یعنی معلوم میشود که ساختن محصولات برای عامه مردم و همچنان آن را یک بار سنجیده رو نگردانند، آن را باز استفاده برند، زیرا طلبات را قانع میسازد. انا آنگاه تو واقعا کامیاب و میلیاردر میشوی. یعنی درباره محصولات فکر کردن در کار، نه درباره پول. پول بعد خودش میآید. درباره ارزش ها، درباره زنجیره ارزش ها فکر کردن در کار، یا به طور افقی یا به طور عمودی، آنگاه ثروتمند میشوید. همه میتوانند ثروتمند شوند اگر درست فهمند. عیناً مثل آن که همه خواندن و نوشتن را یاد گرفتند. ما نمیگوییم که فلان کس استعدادی نادر دارد، برای همین خوانده و نوشته میتواند. حالا برای همه این کار عادی است، اما اگر نتوانی دیگران حیران میشوند که تو چطور خوانده و نوشته نمیتوانی. عیناً همین خیر. این الگوریتم است. موفقیت پیشگویی شونده است. مثل که اگر ورزشگر خوب مشق کند موفق می شود. ولی در سر آدمان این فکر را جا کردند که اگر در تقدیرت بای شدن نباشد هیچگاه بای نمی شوی. شما به این باوری دارید؟ به چی؟ به سرنوشت. به تقدیر؟ بله، به تقدیر باور میکنید؟ به تقدیر؟ من میدانم که من خودم میخوانم، گپ دیگران را گوش نمیکنم. کتاب مقدس قرآن را من خودم میخوانم، هم با روسی، هم با تاجیکی، هم با عربی. من خودم میخوانم و تفسیر آن را میخوانم. من هر سحر 1 ساعت قرآن میخوانم، منتظم، دوام چندین سالها. طوری که گفتم در 8 سالگیم مادرم مرا به استاد سپرد. همین مرا شخصیت قوی گرداند. من همیشه توصیه می دهم در یک دست قرآن را و در دست دیگر علمهای معاصر و تکنولوژی را دارید. آنگاه سربلند می شوید، عمیق موفق و خوشبخت می شوید. زیرا وقتی در یک دست قرآن را می دارید انسان ارزشمند می گردید. هیچگاه کاری بد نمی کنید. آن نمی ماند که این کار را کنید. هیچگاه عقلتان را نفس و غضبتان اداره نخواهد کرد. یعنی خیرت قوی، نفس، چشم گرسنگی، شهرت پرستی، منصب پرستی، کبر و غرور و غیره را اداره کرده می تواند. برای این را فهمیدن از معنویات آگاه بودن در کار. موافقی فهمیش شما تقدیر چیست؟ حالا می گویم. تقدیر این است که شما پسر و تاجیک تولد شده اید. این را عوض کرده نمی توانید. تقدیر همین است. اما کی شده کار میکنید در دست خودتان است. شما نیت میکنید و خدا در این کار شما را موفق میگرداند. اون مدد میکند تا شما به نیت پاکتان رسید. نیروی انسان نه در دست و بازو یا پول و مالش است. نیروی انسان در نیت اوست. شما به من درباره جک ما، درباره ایلون ماسک سوال دادید. نیت‌های آنها قوی است.
کردن کاری که آن به عامه مردم فایده میرساند، نه تنها برای پول، نه تنها برای خود نشاندهی. کوشش زیاد با نیت نیک. مگر کار آنها در حال قرار میگیرد؟ نه. مگر آنها خطا نمی کنند؟ یک دنیا خطا دارند. مگر آنها مشکلات ندارند؟ یک دنیا مشکلات دارند. ولی مهمش این کارا کردن و پیش رفتن است. به من باور کنید، آفریدگار مدد میکند. وقتی نیت شما نیک است، وقتی نیت شما صمیمی است، وقتی نیت شما به نفع مردم روانه شده است، آفریدگار همه طرفه به شما کمک میکند. وقتی انسان صمیمی است، در حقیقت میبینید آدمانی پیدا میشوند که به شما کمک میکنند. در حالت ما به فکرم شما مثالی خوبی گفتید. این خیلی مهم برای است. چی؟ البته چون که من نیت داشتم که از شما اینترویو گیرم، با شما مصاحبه کنم. و من چرا این کارو کردم؟ من میدونم آدمان با شما مناسبتی گوناگون دارند. این کار آنهاست. بله، این رو وقت در بسیاری کار. ها میدونند. وقت در کار. ولی مناسبتی من با شما دیگر خیلی است. برای آنکه برای من نتیجه های کاری شما جالب است. دیگر هیچ این چیز فکت برایم است. جالب نیست. این فکت است. آدمان چی میگویند برایم عجیب نیست. مثال یک نمونه عادی، وقتی راهبری دولت به جایهای آباد کرده شما میروند، آن کس را بسیار احترام میکنند. و هر دوی شما یگان مؤسسه یا بیزنس. گرمخانه و کارگاه ها را میکشید و شخصا خودی پیشوای ملت ما در آن اشتراک میکنند. بله. این برای من اهمیتی خیلی کلان دارد. تشکر. من احترام میگذارم. من چنین نیت داشتم که مادام چنین شخص این گونه نتیجه ها به دست میارد، پس او آدمی عادی نیست. گپ‌هایش بی اساس نیستند و من چنین نیتی نیک کردم و پس از یک چند روزش نتیجه به دست ما آمد. با هم وافردیم. من باوری دارم که این البته. در اساس نیتی نیک است البته. و من با سخن‌های در بالا ذکر کرده بله. شما پرره هم فکرم. اگر انسان با نیت نیک کاری کند، نه تنها به نفع خود بلکه به نفع دیگران نیز حتما کامیاب می شود. این قانون است. این قانون قاطع است. این قانون را هیچ کس ویران کردن نمی تواند. در این باره من در تفسیر قرآن خواندم و من فهمیدم که کس باید نیتی نیک کند. برای پول، برای سخن کسی که تو انسان خوبی میگوید زیستن در کار نیست، بلکه برای تا حد امکان کار نیک کردن زیستن در کار. برای کار نیک کردن، چون که دیرتر حتما پشیمان میشوی. انسان دیرتر پیش از مرگ عمیق پشیمان می شود که می توانست نیکی بیشتر کند اما نکرد. از این رو از حاضر کردن در کار. و هر کسی که این را می فهمد او بی‌شبهه موفق است. باور کنید او بی‌شبهه موفق است. بار یک کس به من گفت به خود چطور استاد انتخاب کنم؟ من گفتم نتیجه کارش را بین، نتیجه دانشهایش را بین. دانش او را تا کجا کامیاب کرد؟ سخن و کارش را بین. و من به دلخواه شنوندم چنین میگویم اگر دستاوردهای من پسندت باشد درسهای مرا خوان، وگرنه نه به دیگر جا رو. استادی را یاب که دستاوردهایش پسندت است. بعضا برخی کسان مرا محاکمه میکنند، آنهایی که خودشان هیچ کاری نکردند، و این مرا حیران میکنند. واقعا این مرا حیران میکند. من فخر میکنم که کتابهایم الکی در تمام جهان چاپ میشوند. این دستاورد خوب است، میفهمید؟